Adabiyoti bachagona اولش اینکه از نگاه ریایه خصوصیت ها حادثه نو است برای ادبیات تاجیک. بار نخست مسئله تصنیف خصوصیت های سن و سالی بچه ها در ادبیات شناسی روس پدید آمده است و تصنیف خصوصیت های سن و سالی بچه ها را نخست نادژدا کنستانتینونا کروپسکایا در کتاب детской литературы и детской чтении پیشنهاد کرده است. موافق اندیشه های کروپسکایا سن و سال بچه ها به طریق ذیل دوره بندی می شود. کودک های سنی تا مکتبی، کودک های سنی خرد مکتبی، کودک های سنی میانه مکتبی و کودک های سنی کلان مکتبی. همین تصنیفات من بعد از جانب سخنشناسان، روانشناسان، پداگوگ چه خیلی بود؟ انا مفهومش بچه‌بان. یعنی آنهایی که برای چی خیلی میگم؟ آنهایی که با بچه ها سر و کار دارند. همین خصوصیت هایی که کروپسکایا تصنیف کرده است آنها با اینوبت گرفتند. باز موافق دید و نظرداشت دوره نو، زمان نو با این اصول تصنیفات دیگرگونی ها وارد کردند. واقعا امروز همین طرز تصنیف همچون اصولی درستی به سن و سال عمیق معین جدا کردنی خوانندگان ادبیات بچه ها به حساب می رود. برای همین هم میگویند که وقتی که ادبیات کودک میگویند، بعضی ایرانی ها ادبیات اطفال، ادبیات کودک میگویند، ولی در ادبیات شناسی ما ادبیات بچه ها میگویند. برای چی؟ برای آنکه همین معیارهایی که گفتیم با ادبیات تاجیک، با ادبیات بچگانه تاجیک، با ادبیات شناسی تاجیک توسط ادبیات شناسی روس گذشته است. روس ها همین خیلی تصنیف میکنند. دید؟ بچه ها و در زیر مفهومی بچه ها سن و سالی از همون دوره تولد سنی گهواره تا سنی 17-18 سالگی. دید؟ و خوانندگان این سن و سال از سنی گهواره تا سنی 17 سالگی خیلی زیادند، نهایت بسیارند. برای همینم این شما در دانشگاه بخوانید، دانشجویید، بوج دین نسبت شما میگن بچه ها. دیدید؟ اگر شما اطفال ها نمیگن، حتی کودک هم نمیگن، کودک گویان اگر میرنجید. دیدید؟ ایرانی ها اطفال میگن، طفل میگن. طفل از بچه فرق میکنند. طفل انمو سنی گهواره، در حقیقت وای طفل سنی خرد مکتبی علاقه از زمینه طفلیت بیرون می رود. علاقه زندگی با بازی می آموزد، با بازی زبانش تشکل می یابد، با حادثه و واقعه های زندگی طبیعت آشنایی پیدا می کند. دید؟ توسط بازی علاقه باید دیگر طفل نه و با فعالیت کلانسالان بها داده میتواند، حتی بهای کودکانه، ولی در عین زمان بهای درست هم ممکن باشد. از نگاه کودک با حادثه و واقعه ها نگریستن. دیگرش در خاطرتون هست، من باره به شما گفتم که بچه ها یک متخصصی ادبیات روس است، کرنیچکوفسکی کتاب دارد با نام ات двух до пяти
از 2 до 5. انا در همین کتاب انا تمامی عالم اندیشه بچه ها از سن 2 ساله تا سن 5 ساله توسط فعالیت به واسطه بچه ها بررسی شده است. سوال هایی که بچه ها میدهند، سوال هایی که میدهند، جواب هایی که به این سوال ها میخواهند گیرند بسیار عجیب است. کس حیران می شود که دقت بچه های خردسال از سن 2 ساله تا سن 5 ساله تمامی مسئله های زندگی به خود جلب میکرده است. تمامی مسئله های زندگی. چرنیشفسکی انا نماینده ادبیات عصر 19 رولوسیونر دموکرات خط فارسی هم میدانسته است، با هم گرافیک عربی نوشته میتوانسته است، بعضی مفهوم اصطلاح‌های میدانسته است به زبان عربی و فارسی داری. انا همین آدم چرنیشفسکی انا کتاب تالیف کرده است. کتاب این مجموعه اندیشه های چرنیشفسکی، بیلینسکی و دوبرولیوبوف، هم بیلینسکی، هم چرنیشفسکی، هم دوبرولیوبوف درباره سرچشمه های ادبیات بچه ها و خصوصیت ادبیات بچه ها اندیشه های بسیار جالب دارن. ببینید در همون عصر 19 هم علاقه در روسیه مسئله سن و سال بچه ها دقتی اهل ادب رو به خود جلب کرده بوده است، دقتی جامعه رو به خود جلب کرده بوده است. این همین چی میگویند منقدان ادبیات، سیاستمداران، سوسیولوگ ها، مردمی که یا اشخاصی که مسائل سیاسی اجتماعی زمانه دربارش اندیشه دارند، تصوراتشان میرسد به این چیز، دقتی حتی اونها انا خصوصیت‌های سن و سالی بچه ها. ما میگیم که اوه در نزد بچه گپ نزن، در نزد بچه اطراف هر گونه مسئله های روزگار، هر گونه مسئله ها نبردارید. اونا میگن ببینید در عصر 19 میگن که نه در نزد بچه ها همه گپ گفتن ممکن، لیکن با آدابانه، با رعایت آداب، با طرزی که به عزت نفس بچه ها نرسد. همه چیز گفتن ممکن. حتی در کتاب حیات و ایجادیات پوشکین چرنیشفسکی میگوید детям можно рассказать обо всем, даже об отношении самец с самкой. Самец с самкой, کبوتر با کبوتر، جفت‌شوی کبوتر با کبوتر. دیدید؟ مثلا همون بچه های سن 2 ساله 3 ساله دستی مادرش انت داشته و اساس قدم میزند. خب بعد از اون بچه میپرسد اوچه من از کجا یافتی؟ اوچهش وای بچه جان من که از تربه جوگی گرفتم. انا همه خیلی گپا میگویند. یا اینکه با یگان انا گپی دروغینی دیگر خیلی معنی داد میکنند توی از من مثلا زاغ آورده پرتافت، از راه یافتم. وقتی که سین بچه به یک جایی میرسد، انا صنف 1 2 3 4 میخواند، علاقه بسیار چیزها میداند، همه جواب های مادرش دید در دل و شبهه به وجود میارد. دید شبهه به وجود میارد و این شبهه دیرگون میشود تا همون زمانی که در همون وضعیتی که مادرش قرار دارد به سرش آید، بعد میفهمد که مادرش برای چی دروغ گفته است. یعنی این هدف از آن عبارت است که به بچه ها هرگز دروغ گفتن ممکن نیست. بچه ها گپی راست دوست می‌دارن. اینه. برای همینم وقتی که ادیبی که برای بچه ها اثر ایجاد میکند، دیدید برای بچه ها اثر ایجاد میکند، انا زحمت وی از زحمت ادیبی که برای کلان سال ها می نویسد مرکب تر، دشوارتر است. اینه. وقتی که برای بچه ها یا اثری منظوم می نویسد یا منصور می نویسد یا اثری صحنوی آماده می کند و باید با خصوصیت های سن و سالی بچه ها آگاه باشد، معیار و طلبات هایی که دارد این خصوصیت ها نقض درک کند. اینه.
پیش از همه از انا ویژگی های ادبیات شفاهی آگاهی داشته باشد، چون که هم نظم هم نثر هم اثرهای انا شفاهی برای صحنه پیشنهاد می شده، هم اثرهای ادبیات کتابی همش با واسطه بی واسطه برای بچه ها در سبک و طرز گویشی ادبیات شفاهی صورت می گیرد. برای همین میگویم که ادبیات شفاهی این سرچشمه ادبیات بچه ها محسوب می یابد.